سلام، من ابراهیم هستم. در سن و برهه‌ای از زندگیم قرار دارم که تازه به معنی و مفاهیمی از گفته‌های دور و اطرافیانم رسیدم که زمان شنیدن اون صحبت‌ها بهشون خندیدم. اما حالا با گذشت زمان و گذر عمر خوب میفهمم اون موقعی که به بعضی از حرفا و گفته‌ها میخندیدم فهم و درک و نکات رو نداشتم. این داستانی که میخوام براتون بگم رو از پدرم به کرات شنیدم و بعد از اون از اتفاقی که خودم تجربه کردم حرف میزنم. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. اسم بابام ماشالله بود. شغلش آشپزی بود و از پولی که از آشپزی در می آورد خرج زندگیمون رو میداد. بابام دستپختش خیلی خوب بود. از مراسم عروسی و اعضا گرفته تا مراسمات ختن سورون رو قبول میکرد. ما یه خونه بزرگ داشتیم که یه حیاط بزرگ و خاکی داشت. قسمتی از حیاط رو سقف چوبی درست کرده بودیم و اونجا بابام آشپزی میکرد. 2 برادر بزرگتر از خودم داشتم که عشق آشپزی بودن و به پدرم کمک میکردن، ولی من برعکس اونا حالم از آشپزی کردن به هم میخورد و تا میتونستم از کمک کردن به پدرم فرار میکردم. اون زمونا که منظورم 40 سال پیشه تالار وجود نداشت و همه تو خونه هاشون جشن به پا میکردن و به آشپز سفارش غذا میدادن. هر روز خدا هم بابام از صبح کله سحر پا میشد و شروع میکرد به آشپزی تا آخر شب. وقتی یکم بزرگتر شده بودم برادرام سفارش غذاهایی که به پدرم داده شده بود رو میپختن با نظارت خود پدرم و منم شده بودم مسئول خرید. من اون زمان حدوداً 16 ساله بودم. این قضیه رو بابام وقتی با برادرام کنار هم مشغول کار بودیم تعریف میکرد. بابا ماشالله میگفت قبل از اینکه ازدواج کنم و با مادرت از روستا بیایم شهر، من گله پدرم رو میبردم. چرا؟ تمام خواهر و برادرام ازدواج کرده بودن و من فرزند آخر خانواده بودم. اون موقع پدر و مادرم به زور راه میرفتن و سنشون رفته بود بالا. خواهرام هر روز نوبتی می اومدن کارهای پدر و مادرم رو انجام میدادن و غذا براشون میپختن. برادرای بزرگم هم روی زمینه کشاورزی پدرم کار میکردن و از سود سهم پدرم رو بهش میدادن. کار گله هم با من بود. چند باری قصد داشتم داماد بشم، ولی به خودم میگفتم پدر و مادرم پیر شدن و توان خیلی از کارها رو ندارن. خواهر و برادرام خودشون مشغله دارن و زیاد نمیتونن بهشون رسیدگی کنن. وقتی با گله برمیگشتم خونه، پاهای مادرم رو با روغن بادوم چرب میکردم و ماساژ میدادم. کلی دارو هم باید سر وقت به پدرم میدادم. یه روز پدرم بهم گفت ماشالله بابا، روزی که مادر تو رو باردار شد به خدا گفتم یه عمر و قوه‌ای به من و مادرش بده این بچه یتیم بزرگ نشه، چون که زمان بارداری سنش نزدیک 50 بود. الان بهت میگم تا من نمردم داماد نشی. تو نباشی هیچ کس از پس بدخلقی و بیماری من و مادرت بر نمیاد. ما دیگه عمر زیادی نمی کنیم. گفتم مگه من جز تو و مادرم کیو دارم؟ من خودم نوکرتونم. زن مگه میخوام من؟ پدر مادرم یه جور وابستگی خیلی خیلی شدیدم به من داشتن. اگه من 10 دقیقه با گله دیر میرسیدم با اعصاب به زور خودشونو میکشوندن سر راهم و منتظر میموندن یا یکی از نوه هاشونو میفرستادن پی من. به هر حال یه وضع و اوضاع غریبی داشتم.
نمیتونستم داماد شم، نمیتونستم بی خیال پدر و مادرم بشم. کلی دارو باید بهشون میدادم، کلی باید شب و باهاشون حرف میزدم و فقط خودم لم و قلق اونا رو میدونستم. خدا رو شکر ما جز دسته‌ای بودیم که دستمون به دهنمون میرسید. ولی صادقانه باید بگم بهتون که هم پدرم هم مادرم اخلاقای خاصی داشتن. زود ناراحت می شدن. اگه خوابم می برد، روز بعد مادرم با گریه می گفت ما شدیم سوهان روحت. به خدا وسط اونا می خوابیدم با اینکه گیج خواب بودم. اونا که داشتن با من حرف می زدن با یا ها نه جوابشون رو می دادم که ناراحت نشن. یه روز حدوداً ساعت 5 عصر بود و با گله داشتم برمیگشتم سمت روستا. هنوز یه نیم ساعتی تا روستا فاصله داشتم. جاده صحرا تا روستا یه سمتش دیوارچینای سنگی وجود داشت به طور پراکنده با فواصل زیاد که تخریب شده بودن. اصلاً هم کسی نمیدونست اونا رو در چه زمانی با چه نیتی مردم اون دوره و زمونه درست کردن. ولی دور و بر اون دیوارچینای سنگی کسی نمیرفت چون که اصلاً گیاه یا علوفه اون اطراف سبز نمیشد. اما هیچ مهر یا برچسبی هم روی اون قسمت ها کسی نزده بود که نحس هستن یا ملک از ما بهترونه. من داشتم اون مسیر رو طی می‌کردم تا دوباره پدر و مادرم زابرا و نگران نشن. یهو دیدم از روبرو 2 زن دارن سمت من و گله میان. تعجب کردم چرا که دیگه چیزی تا غروب کامل نمونده بود. همینجور که نزدیکتر می شدن تعجب منم بیشتر می شد. هر 2 زن به حالت عصبانیت و یه جور نگرانی قدم بر می داشتن و هر کدوم از اونها یه بچه بغلشون بود. تا رسیدن سر گله همه گوسفندا سر جاشون مثل مجسمه خشکشون زد و 2 سگ گله نشستن. من تا خواستم ببینم چی شده و چرا اصلا اینجوری شده اون 2 زن به هم رسیدن. اونا چادرای سفیدی بر سر داشتن که گلایی به رنگ مشکی روشون نقش بسته بود. درباره قیافشون باید بگم که صورتشون فرقی با صورت آدمو نداشت. فقط ابرو نداشتن و چشاشون سفیدی نداشت. بچه هاشون روشون سمت گله بود و پشتشون سمت من. با حالتی ترسیده و نگران بهم گفتن ماشاءالله پدر و مادر ما گرفتار شدن، نیاز به کمک دارن. اونا هم مثل پدر و مادر خودت، بیا بهشون کمک کن. تا خواستم حرفی بزنم گفت پدر و مادرت با ما. اگه ذره ناراحت و نگران شدن کسی رو میفرستیم از حالت بهشون خبر بده. اصلا اجازه ندادن ازشون بپرسم کی هستین و کجا سکونت دارین. فقط گفتن گله رو به همراهی کسی میفرستیم پیش پدر و مادرت. دست من رو یکی از زنا گرفت و دنبال خودش کشید. چند قدمی که رفتیم راهش رو تغییر داد سمت چپ جاده. به خودم گفتم اینا مگه کجا زندگی میکنن؟ اینجا که نه روستایی وجود داره نه خونه‌ای. من هم قدم باهاشون میرفتم و درست بین 2 زن بودم و دستم تو دست یکی از اونا. در حد چند قدم زنی که سمت چپم بود از ما جلو زد و من با زنی که دستم تو دستش بود قدم بر می داشتم. یهو نگاهم افتاد به بچه‌ای تو بغل اون زن. سبحان الله، یه استخون بزرگ تو دستای خیلی توپلش بود که انگاری استخون قلم گوسفند بود. دیدیم به بچه‌هایی که میخواد دندوناشون در بیاد دندون کشو میدن تا لثه‌هاشو بخارونه. یه دندون نیش تو دهنش کامل در اومده بود و اون یکی دندونش هم قدری زده بود بیرون و درست استخون رو میکشید دوره بر همون دندونی که تا نصف زده بود بیرون. دندوناش برق میزدن مثل شیشه.
در جا فهمیدم اینا آدم نیستن. تو حین راه رفتن همون زنی که دستم رو گرفته بود، با اینکه مضطرب و نگران بود، گفت ماشاءالله، نترس، کاریت نداریم. اگه با چوب تو دستتم بزنی تو سرم ولت نمی کنم. باید کمک کنی به ما. من نمیگم ترسیده بودم، ولی اونجورم نبودم که بخواد فریاد بکشم و تقلا کنم. شنیده بودم اجنه بگن کاریت نداریم، خلف وعده نمی کنن. نظرشون عوض نمیشه. فقط یه چیز خنده‌دار اومد تو سرم. مادرم میگفت اسمتو گذاشتیم ماشاءالله تا از چشم زخم دور باشی و اجنه بهت نزدیک نشن. حالا یه جن مچ دستمو محکم گرفته بود، یکی دیگه هم کنارم داشت منو اسکورت میکرد. مادرم بنده خدا فقط شنیده بود که از اسماء خدا میترسن و هراس دارن. نمیدونست میخورم به پست اجنه مسلمان. همینجور هر لحظه شتاب و استرس زنای جنی بیشتر میشد و سرعتشون رو بالاتر میبردن. دیگه از دور و اطرافم چیزی نمیدیدم، ولی یکی دوتا از دیوارای سنگچینی که رد کرده بودیم صدا و ولوله به گوشم خورد. اما باز هم چیزی نمیدیدم، تا اینکه دوتا هیبت سگ تو تاریکی به چشمم خورد که دور چیزی میچرخیدن. از نظر جثه و شکل هر چقدر بهشون نزدیکتر میشدیم بیشتر میترسیدم و تعجب میکردم. اصلا یه چیز عجیبی بودن. از سگ فقط پوزه و سرشو داشتن. زن گفت نترس، برادرام هستن، با تو کاری ندارن. وقتی به چند قدمیشون رسیدیم متوجه شدم اونا دارن انگاری دور سر یه بشکه میچرخن. با زنا رسیدیم کنار اون دوتا موجود سگ نما. بچه هاشونو گذاشتن رو زمین و گفتن حواستون بهشون باش و اون دوتا موجود دور بچه ها چرخیدن، نشستن کنارشون. همون زنی که دست منو گرفته بود گفت نترس، به خدا کاریت نداریم. بعد یه چیزی گردی رو که قطرش از دهنه چاه هم بزرگتر بود رو از رو زمین برداشت. یه تونله به صورت اوریب که شیب ملایمی داشت پدیدار شد. گفت برو داخل. من نشستم لبه، بعدم پریدم پایین. ورودیش مثل ورودی چاه بود، ولی واردش می شدی روبروت یه راه پیدا می شد. عجیب ترین چیز این بود که 10 قدم بعد از اون ورودی انگاری یه شهر بود. وقتی من اون چند قدم رو طی کردم و رسیدم به اون محوطه، دیدم کلی خونه خشتی کنار هم وجود داره. باور نمی کنید بگم اون خونه ها در عین عجیب بودن چقدر تمیز و صاف ساخته شده بودن. خونه ها 4 گوش و مستطیل نبودن، یا مثل تخم مرغ بنا شده بودن یا مثلث. حتی یکی دوتا خونه اونجا دیدم که به شکل ستاره ساخته شده بودن و ارتفاعشون هم زیاد بلند نبود. در حد 2 تا 2.5 متر ارتفاع داشتن. آغل پرچینای کوچیکی هم بغل یا پشت هر خونه با چوب درست کرده بودن و کلی دام و مرغ و خروس داشتن که داشتن برا خودشون میچرخیدن. اونجا رو میتونم به یه روستایی کوچیک توصیف کنم. اون زن منو برد وسط خونه ها و پیچید داخلی یه کوچه سمت چپ. هر دوتا زن تو راه با صدای نسبتاً بلندی اسمی رو مدام صدا می زدن، تا اینکه رسیدیم به یه خونه تک افتاده که دور و برش خونه دیگه‌ای وجود نداشت. درب اون خونه باز بود و کلی جمعیت دم در اونجا ایستاده بودن. تنها خونه‌ای که مربع شکل بود و ارتفاع دیواره سقفش بلند بود همون خونه بود. با فانوسای زیادی جلوی درب روشن شده بود و کلی زن و مرد در حالی که مضطرب بودن جلوی در قدم رو می رفتن. تا من و اون زنا رو دیدن چند قدم به سمت ما اومدن.
ولی اون زن دست منو ول نکرد و جمعیت رو شکافت و منو برد تو اون خونه. وارد حیاتی شدیم که یه حوض وسطش بود و بعد رفتیم سمت ساختمون. اونجا تو دنیای خودشون تمام اجنه دور و برم حتی اون دوتا زن سم داشتن، در صورتی که وقتی من رو از کنار گله با خودشون بردن من پاهاشونو مثل پاهای آدمی دیدم. درب اتاق رو باز کرد و من تازه دیدم این تو چه خبره. کسایی که داخل اتاق بودن کلاً با کسایی که دم در تجمع کرده بودن فرق داشتن، هم از نظر ظاهر هم از نظر پوشش. تمام مردها لباسهایی فاخر و بلند به تن داشتن، با سرهایی خیلی کشیده و کلاهایی دراز و سرتیز که سر کلاهاشون نزدیک سقف رسیده بود. دوتا زن بیشتر تو اون اتاق نبودن که اونا هم لباسهای زیبایی به تن داشتن، با کلی جواهر و سنگهای قیمتی، ولی اونا لاغر و خیلی دراز بودن. همه دور یه زن و مرد پیر نشسته بودن و اون پیر مرد و پیر زن جنی داخل یه تور گیر کرده بودن. اون تور مثل تور ماهیگیری بود اما جنسش فرق داشت. جوری محکم پیچیده شده بود دور اون زن و مرد که چسبیده بودن به هم و داشتن ناله می کردن. یکی از اون جنای عجیب به هم گفت خوب دقت کن ماشالله، این دو زن و مرد کت خدای اینجا هستن و ما همه فرزندان این دو. این دام یه دام معمولی نیست، هر ثانیه تنگ و تنگتر میشه تا پدر و مادر ما رو هلاک کنه و از بین ببره. یه نگاه انداختم، متوجه فشاری که روشون بود شدم. اون دوتا جن مسن به هم چسبیده بودن و ناله اونا بیشتر و بیشتر میشد. بهم گفت این دام جنسش از مس و طلسمی روی اون فعال شده، زیاد وقت نداری، ما نه توان دست زدن بهشو داریم نه میتونیم اونو از هم پاره کنیم، زود باش. شما یه پارچه تو رو تصور کنید که از مس ساخته شده باشه و سوراخ‌های ریزی به شکل کندوی زنبور داشته باشه. اون دوتا جن مثل توپ فوتبال تو هم جمع شده بودن. نشستم و به اون دام دست زدم، خیلی سفت بود. دست کردم تو جیبم و چاقویی که داشتم و بیرون آوردم. به راحتی یه پارچه پوسیده از بالا تا پایین اونو جر دادم. من تونستم کاری رو به سادگی آب خوردن انجام بدم که پاره های جگر اون دو جن مسن نمیتونستم براشون انجام بدن. وقتی آزاد شدن تازه تفاوت اباحت اون دو جن رو نسبت به بقیه مشاهده کردم. تا کت خدا کمر راست کرد و رفت روی سکوی بلند داخل اون اتاق نشست، گفت حجر را گردن بزنید. یکی از اجنه‌ای که لباس آبی به تن داشت حجر بود. دوتا از اجنه اونو گرفتن و همون مرد جنی که اول با من حرف زده بود دستشو گذاشت رو سر حجر و بدون توجه به آه و التماسای اون چیزی خوند که در جا حجر پود شد. یکی از اون زنای جنی که تا اونجا دستم رو گرفته بود گفت پدر چرا حکم کشتن شوهرمو دادی؟ گفت حجر بهشون کمک کرد من و مادرتو در دام بندازن. همون جنی که دامادشونو پودر کرد هم پسر کت خدا بود هم جلاد. کت خدا یا همون پادشاه بهم گفت گاهی اوقات دشمنان همخون ما از طریق کسی در جمع ما قصد دارن ما رو از بین ببرن و من در اون دام جز صدای آه و نالم دیگه کسی چیزی ازم نمیشنید، وگرنه همون موقع در دم حکم قصاصش رو صادر میکردم. بهم گفت ماشالله ما هر روز تو رو که داری این مسیر رو میری یا برمیگردی به همراه گلت رو میبینیم.
اون دیوارای نصف و نیمه زمانی محل نگهبانی من و قوم من بود و وظیفه ما این بود که تمام هم نوع‌های تو که اینجا زمان خیلی قدیم زندگی می‌کردن رو از نظر جانی و مالی محافظت کنیم و به برخی از اونها علوم خفیه بیاموزیم. با ترس گفتم پس چی به سر اونا اومد؟ گفت خودمون همه اونها رو هلاک کردیم. من از ترسی که از گفته های اون جن بهم دست داد اشکام جاری شدن. گفت نترس، ما به دستوری پادشاه از افراد خاصی که به اینجا میفرستاد پذیرایی میکردیم و بهشون علوم ماورایی آموزش میدادیم. اما به دستور خود پادشاه تمام افراد اینجا رو از بین بردیم و محل سکونت اونها رو تخریب کردیم، چون که داشتن با علومی که ما در اختیارشون قرار داده بودیم بر علیه پادشاه اقدام میکردن. ما کاری به تو و هم روستاییای تو نداریم، چرا که زمان خیلی زیادیه که توبه کردیم و مسلمان شدیم و به کار روزمره خودمون مشغول هستیم. به همین دلیل گاهی از سمت برادر و پدرم به سمت من و قومم سوء قصد میشه، چون که از نظر اونها ما بعد از توبه مایه ننگشون شدیم. بعدم اومد جلو، در گوشم چیزی خوند. گفت هر زمان هر کاری که خواستی انجام بدی قبلش این وردو بخون، بدون در آخر از نتیجه کارت شگفت زده میشی و این پاداش کاریه که برام انجام دادی. حتی یه نشونه بهم داد و گفت برو از اونجا هدیه و چشم روشنی خودتو بردار و بهم گفت تا زمانی که این ورد رو به کسی یاد ندی تأثیر و اثرشو از دست نمیده. زمان برگشت که خدا دست من رو گرفت و از خونه بیرون اومدیم. همه اون اجنه از دیدنش خوشحال بودن و یه جور صدای خیلی ترسناک از خودشون در می آوردن که نشونی خوشحالیشون بود. بهم گفت شخصا تو رو میرسونم. چند قدم با اون برداشتم که گفت رسیدیم. درست روبروی در خونه خودمون بودم. بعد کت خدا با هم خداحافظی کرد و غیبش زد. در آروم باز کردم و متوجه شدم از اون چیزی که خودم فکر می کردم کارم بیشتر طول کشیده. اما خونه ما ساکت و آروم بود. پاورچین خودم رو رسوندم پشت در اتاق. دیدم کسی بین پدر و مادرم دراز کشیده. رو چرخوندم سمت آغل. هم سگا هم دامها تو آغل بودن. در آروم باز کردم و رفتم داخل. همون جنی که شبیه من بود آروم از روی رخت خوابم بلند شد و از کنارم رد شد و رفت. یه دفعه مادرم گفت دارم حرف میزنم ماشاءالله کجا رفتی؟ گفتم اینجام الان میام. زود لباسامو عوض کردم و رفتم خوابیدم. گفتم مادر دارو تو خوردی؟ پاهاتو چرب کردم؟ از پدرم هم همین سوالا رو کردم که هر دوشون گفتن چت شده؟ خودت همه کارامونو کردی. تا صبح مغزم چیزایی که دیده بودم رو می آورد جلوی چشامو. خودم باورم نمیشد چی دیده بودم. آره بچه ها، تا اینکه با مادرتون ازدواج کردم، با هم تو خونه پدر و مادرم زندگی کردیم تا اونا به رحمت خدا رفتن. اون ورد رو تو هر کاری میخواستم انجام بدم امتحان کردم. جوری جواب میداد که خودم باورم نمیشد. تا بعد از فوت پدر و مادرم اومدیم شهر. من از قبل دوست داشتم آشپز بشم و این کارو شروع کردم. پدرم هیچ زمان در مورد هدیه اجنه چیزی به زبون نیاورد، ولی قسم میخورم که بعد از مرگ ماشاءالله پدرم 2 برادرم
یه دونه غذا نتونستم پخت کنن که طعم و مزه غذاهای پدرم رو بده. محال بود یکی به بابام مراجعه کنه، براش آشپزی کنه. 1000 دفعه نگه مرد چه دستپختی داری. راستش من داستان پدرم رو باور نداشتم و نمیتونستم قبولش کنم. حتی بعدها هم رفتم سراغ یه شغل دیگه، ولی هیچ زمان رو در رو به بابام نگفتم نمیتونم حرفتو باور کنم. خیلی چیزا روبروم بود که مشخص میکرد پدرم راست میگه، اما من نمیدیدم. مثلا یکی از دلایل صحت حرف پدرم این بود: از روستا وقتی به شهر اومده بود یه راست رفته بود سراغ آشپزی کردن بدون اینکه از قبل پیش یه آشپز کار کرده باشه و تجربه کسب کرده باشه. به یک باره سفارشه سنگینی قبول میکرد و از پس کار به راحتی برمی اومد، تا اینکه گذشت و تو سن 30 سالگی با 2 بچه تمام حرفای پدرم به هم ثابت شد. من بعد از ازدواج یه خونه نزدیک خونه مادر زنم اجاره کرده بودم و با خانومم اونجا زندگی میکردیم. گاهی اوقات من شبا با لباس راحتی خودمو میرسوندم سر یه 4 کوچه. دقت کنید، 4 راه نه، یه 4 کوچه بود که همه اونجا رو به اسم 4 کوچه مل محمد میشناختن. من نمیدونستم چرا این اسمو داره. یه پیرمرد توی پستو سر 4 کوچه میشست و یه جعبه چوبی میوه میذاشت جلوش و سیگار میفروخت. من شبا گاهی جیم میزدم و میرفتم کنارش، چند نخ سیگار میخریدم و میکشیدم و برمیگشتم خونه. اصلا یه جورایی عادت کرده بودم. حتی اون زمانا ساعت 12 هم رفته بودم که اون پیرمرد همونجا کنار بساطش نشسته بود. آروم آروم باهاش رفیق شدم و با هم حرف میزدیم. خیلی آدم خوشرو و خوشخنده‌ای بود. همیشه یه کلاه و یه اوورکوت سبز تنش بود و محاسنش بلند بود. یه روز گفتم: تا دیر وقت اینجا میمونی مگه مشتری هم داری؟ همه خوابیدن که. گفت: روزی رو خدا میده. گفتم: من هر زمان بیام پس همینجایی. گفت: آره، مشتری مثل تو زیاد دارم. یه شب بهش گفتم: خونت همین نزدیکی هاست؟ که دستشو سمت دیواری که بهش تکی زده بود دراز کرد و گفت: اینجا زندگی میکنم. اون خودشو محمد معرفی کرده بود. دقیقاً مکالمه آخرین شبی که بین من و محمد شکل گرفت اینجوری بود. حرف کشید سمت پدرم و شغل بابام که بهم گفت پدر جز اون دست آدم هست که تو زندگیش چیزای خاص رو دیده و تجربه کرده. گفتم: مگه بابام رو میشناسی؟ گفت: آره. گفتم: سفارش غذا بهش دادی حتما؟ گفت: نه، آدمایی مثل پدرت رو من هر کجا تو هر شهری باشن میشناسم، چون که تونستن جلوی آتیش طمع خودشونو بگیرن. گفتم: یعنی چی؟ گفت: تو حرفشو باور نمی کنی ولی اون دروغ نمیگه. خندیدم و گفتم: بابام اون خاطره رو فقط برای من و برادرام تعریف کرده بوده. چی شده به تو گفته نمیدونم. گفت: بهم نگفته. گفتم: محمد، چرا فقط بابام اینجور چیزی رو تجربه کرده؟ چرا من تجربه نکردم تو زندگیم؟ اصلا نمیشه که اینجور اتفاقات رخ بده. بهم گفت: میدونی چرا به اینجا میگن 4 کوچه مل محمد؟ گفتم: نه. گفت: یه ملا سر همین 4 کوچه زندگی میکرده که کلی جن تو دست و بالش داشته و تمام اون جنا رو هم از یه پادشاه هدیه گرفته. میدونی چرا پادشاه بهش کلی جن هدیه داده؟ گفتم: نه. گفت: چون که مل محمد به پادشاه جنی خیانت نکرده و از زن پادشاه یا ملکه اجنه در زمان جنگ چند روز مراقبت کرده. گفتم: مگه میشه؟ گفت: آره.
مول محمد فقیر بوده. اوضاع زندگیش در و داغون بوده. یه دختر داشته معلول بوده و همیشه یه گوشه اتاق میخوابیده، از تاب درد و گرسنگی آه و ناله میکرده. مول محمدم کارگر بوده و فقط همون دختر رو داشته و زنش بعد از به دنیا اومدن اون دختر مول محمد و دخترشو ول میکنه و میره. یه روز مول محمد از وضع بد زندگیش داشته گریه میکرده که به یک باره یه زن و مرد غریب از درب اتاق وارد میشن. مول محمد جا میخوره و میگه شماها کی هستین؟ اینجا چی کار میکنید؟ اون زن و مرد خیلی ترسیده بودن و یه چیزی مثل شمشیرم تو دست اون مرد بوده. میگه چند روز میتونی مراقب زن من باشی؟ من جبران میکنم. مول محمد تا میخواد بگه اصلا شماها کی هستین و چجوری اومدین داخل خونه، اون مرد میگه از همسرم مراقبت میکنی؟ میگه من چیزی ندارم که خودم بخورم. دخترم بیماره، نه پول غذا دارم نه دارو. اون مرد میگه تا زمانی که همسرم دستت امانته خودش همه چیزو خریداری میکنه. مول محمد میگه باشه. در حدی اون زن زیبا بوده نمیشده ازش چشم برداشت. اون زن میره بالا سر دختر مول محمد و قدری پول به مول محمد میده و میگه برو در عطاری این وسایلو بگیر و هر چقدر نیازه اقلام غذایی بخر و بیا. کسی متوجه نشه تو مهمون داری. اون زن مدام به دختر مول محمد میرسیده. مول محمد متوجه میشه امکان داره زیبایی اون زن باعث بشه در امانت خیانت کنه. به زن میگه ما تو این خونه همین یه اتاقو داریم. هوا سرده ولی من میرم روی تخت خواب چوبی توی حیاط یه حلب آتیش درست میکنم. همونجا میمونم تا شوهرت بیاد دنبالت. تو هم در رو از داخل قفل کن و هر کاری داشتی منو صدا بزن. بالاخره شوهر اون زن میاد و اونجا مول محمد میفهمه اونا جن بودن و اون از ملکه اجنه مراقبت کرده. پادشاه به مول محمد حکمت و دعا نویسی رو یاد میده و کلی بهش اشرفی میده و از همونجا مردم بهش میگفتن مول محمد. الان 50 سالی هست مرده ولی هنوز مردم به یادش هستن و این 4 کوچه به اسم مول محمد اسم گذاشته شده. مول محمد کارایی در زندگیش انجام داده که دست کمی از معجزه نداشته. گفتم تو مگه خودت از نزدیک دیدیش؟ اینا همه حرفه. گفت با من بیا ابراهیم چیزی بهت نشون بدم. من همراهش رفتم. رسیدیم جلوی در خونه‌ای که بهم گفته بود اینجا زندگی میکنم. در کوچیکو باز کرد و رفتیم داخل. یه خونه قدیمی بود. کفش پر از برگ خشکیده بود و مشخص بود اصلاً کسی داخلش زندگی نمیکنه. من داشتم بهش میگفتم یه روز میام حیاط رو برات تمیز میکنم که گفت لامپو روشن کن. کلیدو زدم و حیاط خونه روشن شد. منو برد نزدیک باغچه. گفت برگای اینجا رو بزن کنار. زدم کنار. یه سنگ قبر از زیر برگا پدیدار شد. خودش نشست با دستش برگا رو زد کنار. 2 تا سنگ قبر نمایان شد. بهم گفت این قبر مول محمد، اینم قبر دخترش رقیه. مول محمد وصیت کرده بود تو خونه دفنشون کنن. با خودم گفتم عجب خری هستم من. این حتما پسرشه. اون بهم لبخند زد. انگاری فهمید چی تو سرم گذشت. شروع کردم فاتحه خوندن. گفتم آدم خوب به واسطه کارهای خوبش هیچ وقت نمیمیره. گفت دلم برای رقیه خیلی میسوخت. همیشه حواسم بهش بود. بعد از اینکه ملکه بهش رسیدگی کرد حتی میتونست راه بره ولی اون مادر میخواست بالا سرش ابراهیم. گفتم
حتما خواهرتو خیلی دوست داشتی. گفت دخترمو خیلی دوست داشتم ابراهیم. خدا رو شکر بد نکردم که خدا تو اون دنیا بهم سخت بگیره. به واسطه مراقبت از دخترم تو این دنیا بعد مرگم خدا بهم اجازه داده راحت بیام و برم تو برزخ و این دنیا. مغزم دیگه کشش نداشت. ترسیده بودم. دست کرد تو جیبش، یه برگه در آورد که شناسنامش بود. گذاشت رو سنگ قبر. عکس داشت. نوشته بود محمد حسنی فرزند قادر. مهر قرمز فوتش با تاریخ مرگش یکی بود. عکس داخل شناسنامش هم با خودش مو نمیزد. گفت نترس، من مول محمد هستم. همه چیز امکان داره اگه خدا بخواد. بعد گفت برو. من عادی زدم بیرون، رسیدم سر 4 راه. 4 نعل دویدم سمت خونه. 1 هفته نه حرف می زدم نه چیزی می خوردم تا اینکه آروم آروم بهتر شدم. بعدها پیگیر شدم و فهمیدم حرفایی که خود مول محمد بهم زده بود واقعیت داره و بار دیگه رفتم داخل اون خونه، البته با روحانی مسجد که کلید اونجا رو داشت و عکس سیاه و سفید مول محمد رو روی دیوار دیدم. همونی که در قالب یه سیگار فروش 6 ماه اونو میدیدم و باهاش حرف میزدم و شک ندارم روح خود مول محمد بود.